دولت آمریکا رسما به خاطر نداشتن نقدینگی و بودجه تعطیل شد. دولت آمریکا تعطیل شد چون جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها نتونستن بودجه سال بعد دولت آمریکا. الان برای تامین این نقدینگی یه راه فقط داره، اونم خودزنیه. باید 40% از ذخایر طلای باقی مونده‌شو بفروشه به چین. سال 2011 اوباما همین کارو انجام داد. اومد 60% از ذخایر طلای آمریکا رو به صورت ATF فروخت به هند و توی جهان از 2011 تا 2016 طلای ریزش عجیب غریبی انجام داد. الان هم همین اتفاق میفته. ولی هیئت ترامپ الان گیر کرده. اگر دستور حمله بده دو تا نگرانی بزرگ داره. غیر موشک‌های ایرانی، این سری قطعا ایرانی‌ها تنگه رو میبندن. دومی مداخله چین و روسیه توی این جنگ برای دفاع از ایرانه که اگر این اتفاق بیفته آمریکا سقوطش حتمیه، اسرائیل هم قطعا از روی زمین نابود میشه. می‌خواسته حالا پیش بینی من اینه اگر ترامپ راهی برای تامین این نقدینگی پیدا بکنه و از یهودیای اسرائیل پول نگیره، دیگه دستور حمله هم نمیده، جنگی صورت نمیگیره. از همین 15 آبان ریزش شدید شروع میشه تا اواخر تیر سال دیگه. یعنی قیمتا نصف کمتر میشه، تورم کلا تو کشور از بین میره و منفی میشه. ایران میشه همون بهشتی که گفتم. اگر ترامپ نتونه نقدینگیشو تامین بکنه یه 4 ماه باید صبر بکنیم از 12 بهمن. چرا میگم؟ چون اگر نقدینگی تامین نشه باید دستور جنگ بده. اگه دستور جنگ بده توی دوران جنگ مردم هجوم میارن به سمت دارایی امن، یعنی طلا و دلار، همه اینا بالا میره. برای همین اگر جنگ بشه 12 بهمن ما ریزش شروع میشه. اگر جنگ نشه از همین 15 آبان، شما 4م، 5م و 6م آبان اگه گذشت خیالتون راحت باشه، جنگ نمیشه. از 15 آبان هم ریزش شروع میشه.